لطف و مرحمت خودشو برای رسیدن به شما رهسپار میکنه. ناگهان بدون اینکه بدونید اتفاق خوبی رخ میده. ناگهان سلامتیتون بهبود پیدا میکنه. یه دفعه میتونید همه اقساط خونه رو پرداخت کنید. به طور غیر منتظره رؤیاهاتون به حقیقت میپیونده. اینا از روی شانس نیست، اینا تصادفی نیست. اینا فرمان برکت در زندگی شماست. شما مثل آهنربا عمل کردید و برکات خداوند رو جذب میکنید. وقتی در مسیر خداوند قدم بردارید و رضایت اونو در اولین اولویت زندگی خودتون قرار بدید، تمام این برکات شما رو دنبال میکنن و بالاخره به شما میرسن و شما به آهنربای جذب برکات خداوند تبدیل میشید. این به این معنیه که به خاطر اینکه به خداوند احترام گذاشتید، همکنون چیزی رو به طرف خودتون جذب کردید. ترس نیست، بیماری و افسردگی و اتفاقات بد نیست، نه، درست مثل موشک حرارت یا برکتی که به دنبال شما میگرده. ترفیع شغلیه که در مسیر رسیدن به شما قرار میگیره. ارتباطات ملکوتی هن که به دنبال شما میگردن. شما در حال جذب خوبی خداوندید. شاید با بیماری روبرو باشید. به جای اینکه پیش خودتون فکر کنید که هیچ وقت خوب نمیشید، وقتی گزارش پزشکی رو دیدید، رفتار شما باید اینطوری باشه که بگید درمان به دنبال منه، بهبودی منو تعقیب میکنه. اگه با مشکلات مالی دست به گریبانید، به جای اینکه پیش خودتون فکر کنید من هرگز از زیر بار قرض رها نمیشم، هرگز به رؤیاهام نمیرسم، باید به خودتون بگید فراوانی به دنبال منه، برکت در آینده من قرار داره، اتفاقای خوب به دنبال منه. اگه مجردید اینطوری نتیجه گیری نکنید که هیچ وقت ازدواج نمی کنید، دیگه خیلی پیر شدید، دیگه ازتون گذشته. نه، باید بگید فرد درست داره دنبال من میگرده، پیوندای ملکوتی دنبال من هستن، اونا در مسیر آینده زندگی من قرار گرفتن. درست مثل یه آهنربا من اونها رو به سوی خودم جذب میکنم. بهترین آن چیزی باشید که میتوانید. وقتی برمیگردم و به زندگیم نگاه میکنم، واضحه که بیشتر برکات و بیشتر اتفاقات خوب خودشون در زندگی من رخ دادن. من به دنبالشون نرفتم، من فقط بهترین شکل خودم بودم و خداوند بیش از اون چه که من درخواست کرده بودم یا در تصورم میگنجید و برای من انجام داد. من هرگز تصور نمی کردم که بتونم جلوی مردم بایستم و براشون سخنرانی کنم. من 17 سال پشت صحنه تنها کار تولیدی تلویزیون رو انجام میدادم. نمیخوام خودنمایی کنم، اما توی اون 17 سال ایمان خودم رو حفظ کردم. هر اون چه داشتم و برای این کار انجام دادم. تا حدی که در توانم بود کاری کردم که پدرم به بهترین شکل به نظر برسه. اگه لازم میشد کیلومترها راهو طی می‌کردم تا مطمئن بشم نورپردازی عالیه که زاویه دوربینا درست